مهندسی ژنتیک در دهه 1970 توسعه پیدا کرد. این علم کمک میکنه تا ویژگی‌های مورد نظر رو از یه موجود به موجود دیگه انتقال بدیم. ویرایش ژنوم که به اون CRISPR هم میگن، یک روش جدیدتر و دقیق‌تر در علم ژنتیکه که هدف اون ایجاد تغییرات در توالیه‌های DNA. با انجام این کار میتونن ویژگی‌های فیزیکی مثل رنگ چشم یا کم کردن خطر بیماری افراد رو تغییر بدن. و به همین دلیل ما امروز تصمیم گرفتیم توی این ویدیو از کانال دیپ دراپ به شما 10 تا مثال از اکتشافات بسیار جالب علم ژنتیک بگیم. شروع می‌کنیم با شماره 1. درخشش گربه در تاریکی. در سال 2007 دانشمندای کره جنوبی دی ان ای یک گربه رو تغییر دادن تا در تاریکی بدرخشه. بعد از اونم دی ان ایش رو گرفتن و گربه‌های دیگر رو از این دی ان ای شبیه سازی کردن. با این کار مجموعه ای از گربه‌های فلورسنت ایجاد کردن. محققان سلول‌های پوستی از گربه‌های ماده آنگورای ترکیه رو گرفتن و از یک ویروس برای وارد کردن دستورالعمل‌های ژنتیکی برای ساخت پروتئین فلورسنت قرمز استفاده کردند. شماره 2. گیاهان ضد آلودگی. دانشمندان دانشگاه واشنگتن آمریکا در حال آزمایشات درباره درختان صنوبر هستند که میتونن با جذب آلاینده‌های آب‌های زیرزمینی از طریق ریشه مکان‌های آلوده رو پاکسازی کنند. سپس این گیاهان آلودگی رو به مکان‌های بی اهمیت در ساختار خود میبرن و همونجا قرارش میدن. حالا میتونه ساقه باشه، ریشه باشه یا برگ‌های اون درخت و یا حتی اون ساختارها رو در هوا رها میکنن. شماره 3. کلم‌های سمی. دانشمندان ژن سمی رو که در دم عقرب وجود داره گرفتن و به دنبال راههایی برای ترکیب اون با کلم بودن. اما الان این سوال برامون پیش میاد که اصلا چرا اونا میخوان کلم سمی ایجاد کنن؟ برای اینکه از آفت‌کش‌ها استفاده کمتری بشه و در این حال از آسیب رساندن کرم‌ها به کلمات جلوگیری بشه. این کلم‌ها یه اصلاح شده ژنتیکی سم عقرب تولید میکنن که باعث میشه کرم‌ها هنگام گاز گرفتن برگای کلم از بین برن. اما این سم کلم برای انسان‌ها مضر نیست. شماره 4. بزهایی که دارای پروتئین تار عنکبوت هستند. تار عنکبوت انعطاف پذیر و قویه. یکی از با ارزش ترین مواد در طبیعت تار عنکبوته که اگه بتونیم اونو در مقیاس تجاری تولید کنیم میتونیم از اون برای ساخت مجموعی از محصولات از ربات‌های مصنوعی گرفته تا طناب‌های چتر نجات استفاده کنیم. در سال 2000 نکسیا بیوتکنولوژیز اعلام کرد که برای این کار راه حلی هم داره. بزی که پروتئین تار عنکبوت رو در شیر خودش تولید میکنه. از شیر تار عنکبوت میتونیم برای تولید ماده‌ای شبیه تار به نام بیوستیل استفاده کنیم. شماره 5. ماهی قزلالا با رشد سریع. ماهی قزلالای اقیانوس اطلس که با علم ژنتیک اصلاح شده داره یک هورمون رشد از ماهی سالمون شینوک که به اون اجازه میده هورمون رشد بیشتری رو در طول سال تولید کنه. این ماهی 2 برابر سریعتر از انواع معمولی رشد میکنه اما هیچ تفاوتی از لحاظ طعم و بافت با ماهی معمولی نداره. بس در مورد اینکه آیا این ماهی برای خوردن بی خطر است یا برای محیط زیست مفید است یا نه همچنان ادامه داره. شماره 6. گوجه فرنگی فلاور ساور. گوجه فرنگی فلاور ساور اولین مواد غذایی تغییر یافته ژنتیکیه که مجوز مصرف انسانی رو دریافت کرد. شرکت کلجین مستقر در کالیفرنیا با افزودن یک ژن آنتیسن امیدوار بود که روند رسیدن گوجه فرنگی رو آرومتر کنه تا از نرم شدن و فاسد شدن اون جلوگیری کنه و در این حال به گوجه فرنگی اجازه بده طعم و رنگ طبیعی خودش رو حفظ کنه. با این حال گوجه فرنگی‌ها اونقدر کوچیک و ظریف بودن که حمل و نقل اونها دشوار بود و تا سال 1997 تقریبا اصلا از بازار خارج شدن. شماره 7. واکسن موز. افراد ممکنه به زودی برای بیماری‌های مانند هپاتیت B و وبا به سادگی با خوردن یک موز واکسینه بشن. هنگامی که نوعی تغییر یافته از یک ویروس به یک نهال مستضعف میشه، این ویروس به بخشی از سلول‌های گیاه تبدیل میشه. همونطور که گیاه رشد میکنه، سلول‌های اون گیاه پروتئین‌های ویروس رو تولید میکنه اما بخش عفونی ویروس رو تولید نمیکنه. پس وقتی افراد یکی از موزها رو که مملو از پروتئین‌های ویروسی میخورن، سیستم ایمنی بدن اونها آنتیبادی‌هایی برای مبارزه با این بیماری ایجاد میکنه. بنابراین موز مثل یک واکسن عمل میکنه. شماره 8. گاوهایی با نفخ کمتر. گاوها هنگام هضم مقادیر قابل توجهی گاز متان تولید میکنن. گاز متان بعد از دی اکسید کربن یکی از گازهای مضر. دانشمندان در دانشگاه آلبرتا باکتری که گاز متان رو تولید میکنه رو شناسایی کردند و سپس با اصلاح ژنتیک چند گاو کاری کردند که 25% کمتر از گاوهای معمولی گاز متان تولید کنند. شماره 9. درختانی با ژنتیک اصلاح شده. درختان از نظر ژنتیکی برای رشد سریعتر، تولید چوب بهتر و حتی تشخیص حملات بیولوژیکی تغییر خواهند کرد. اصلاح ژنتیک درختان میتونن از جنگل زدایی جلوگیری کنن و در عین
عین حال تقاضا برای محصولات چوبی و کاغذی رو برآورده کنند. به عنوان مثال درختان اوکالیپتوس استرالیایی برای مقاومت در برابر دمای بسیار پایین تغییر پیدا کردند. و در نهایت رسیدیم به شماره 10، تخم مرغ با خاصیت‌های دارویی. دانشمندان بریتانیایی نژادی از مرغا رو با اصلاح ژنتیکی که در اون ایجاد کردن باعث شدن که در تخم‌های خودشون داروهای ضد سرطان تولید کنن. ژن‌های انسانی رو به دی ان ای این حیوانات اضافه کردن تا پروتئین‌های دارویی مثل پروتئین‌هایی که برای درمان سرطان پوست و سایر بیماری‌ها استفاده میشه در سفیده تخم مرغ‌هایشون ترشح بشه. اما نظر شما چیه؟ به نظر شما مهندسی ژنتیک واقعا یک علم پرکاربردیه و بیشترین کاربرد اون چی میتونست باشه؟ ممنونم که زمان با ارزشتون رو در اختیار کانال دیپ دراپ میذارید. تا ویدیوی دیگه از این کانال، خدا نگهدار.